سلام. چی میشه که یه سری از زن و شوهرها وقتی با هم دعوا میکنن به هم نزدیکتر میشن؟ در عوض یه سری از زن و شوهرها وقتی با هم دعوا میکنن اصلا فاصله میگیرن یا حتی ممکنه به جدایی برسه. دلیلش اینه که اینها یک سری رفتارهای غیر سازنده دارن که باعث میشه این فاصله اتفاق بیفته. این رفتارها چی هستن؟ میگم خدمتتون، اما قبل از اون اینکه خیلی متشکرم که سابسکرایب میکنید. خب نکته اول، قبل از اینکه موضوع رو مطرح بکنه مدت‌ها درباره‌اش خودخوری میکنه. شماره 2، به خاطر همین دعوا رو با تندی و انتقاد شروع میکنه. شماره 3، نمیتونه احساساتش رو مدیریت بکنه، خودش رو آروم بکنه، در نتیجه میره تو حالت دفاعی. شماره 4، یه لحظه درنگ نمیکنه ببینه الان سر این موضوع من واقعا دارم دعوا میکنم و اینقدر ناراحت هستم یا یک ریشه قدیمی داره. شماره 5، خیلی زود عذرخواهی میکنه به خاطر اینکه دعوا تموم بشه. شماره 6، تلاش طرف تعاملش رو برای حل موضوع یا رسیدن به راه حل رو یا نمیبینه یا نمیخواد که بپذیره. و شماره 7، نمیتونه بدون احساس شکست به سازش برسه. شما کدوم یکی از این رفتارها رو معمولا تو دعواتون دارید؟ فکر بکنید که اگر این رفتارها رو نداشتید رابطتون به چه سمت و سویی میرفت؟ اون دعوا به چه سمت و سویی میرفتش؟ برام بنویسید تا درباره‌اش صحبت کنیم. خدا نگهدارتون.